سلام علیکم بچه های جون شیرین. من یک مادری فرزندم کرده از ناحیه رودکی 13 سال میشه که بچه ما نعمت جمعه بیگ محمد نظر بیکویچ وقتی که به شهر روسیه رفت 2 سال در علاقه بود قطعی موقع میزد. بعد 2 سال خچه تماما بیدره کرد. آدما میگن میبیننش در این سوسنه که هیچی باوری ندارم. آوازش نشنیدم، روش ندیدم. 13 سال میشه که در انتظاری هستم که که درم روی وقتی که میبینم که شما آدما را قدر یاردم کرده مادر و فرزندش نیفتد، میگم که در قطار یکی ویدیو کنی همین بچه که مرون پیدا شود. از خودت چقدر التماس میکنم پیشی اول خدا و بعد خودت زوره و التماس دارم که همین بچه که من پیدا که بابا جان ویدیوش که پرتوش بابا جان التماس همین یکی سبب میشه و همین کار بچه هم پیدا میشه و برای همه شما را خداوند نگهبان باشه و پروردگار هیچ وقت داغ فرزند شما را نشونتیه. ده همی باره برای ما یک کمک خدرا که دریغ نداره. سلام دوستان مهربان، خدا نگهبانی هر یک کدوم شما باشه. اولش پروردگار و شما هستی که چقدر مردم نیازمند کمک میکنه. الحمدلله. دوستان از هر یک کدوم شما خواهش میکنم این ویدیو را پدیلیت کنید، مقصد دستگیری کنید. مادری که گاو زد، مقصد مادر جمعه بیگ طول 13 سال که فرزند بیدرک هست در گوشه باشه. اگر گذشته شده باشه پروردگار رحمت و مغفرت کنه به اهل بیت صبر جمیل. اگر که زنده باشی اکی جمعه بیگ از شما خواهش میکنم به مادری پیرتون زنگ بزنید. متاسفانه ما الحمدلله در طول یک سال قریب یک 13 یا 14 نفر ما با واسطه ویدیو تو مرده تو زنده یافتیم. یک 5-6 تا گشت که پیدا نشدن، یعنی که متاسفانه. اما سبب اولش خداوند و شما شده که پدیلی چکری بچه یکیش در ترمه بود، یکیش در زندان بود، یکیش مثلا زنی عرض گرفته بود. بعد خیلی دید مادر گودک فرزندش برو مدن در سویه. اگر که جمعه بیگ زنده و سلامت باشی همه خطا مینه در حیات برو در سویه خطی مادری پیر گاو زن دیده که چقدر مادر عشق ریزونده است، چقدر حرکت دارم. پدرش ویدیو کرده بود، متاسفانه ما پدرش نموندیم برای که چی بگم در ویدیوهای دیگه آدما مونده بودن گفتم خیلی جلب میگیره. خوب این مسئله را گاو زدیم. خداوند نگهبان تو باشه. دوستان مسئله ای که گپ چپ رفته ایستاده شما صبور باشه بگذار نسبت ما کسی چه میگه همون چه خیلی که باور میکنه باور کرده میگیره. من نسبت یگان تشما گام نمیزنم، اتویت به هیچ کس نمیتیم. پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه. کلی بنده خطاکار است. روز محشر قریب است، یعنی قیامت نزدیک است. وقتی روز محشر پیش پروردگار هر یک قدم ما راست ایستادیم ان شاء الله بعد با چی میگم با گناه ها و سوالامو جواب، یعنی با گناه های کردگیم پیش پروردگار سوال و جواب کرده خواهیم شد. مثلا ملا میگه ریش میگه ریش شکل ظاهری من است. من همچنین دوست میدارم که ریش داشته باشم، تاقی داشته باشم، اما من ملا نیستم. 12-13 سوره میدونم. سه که در خدمت خلق هستم 2 سال 3 سال در این مسکو فی سبیل الله میکنم. میفرام یک شخص پیدا شود که برام تا ویدیو کنه از نزدیک با دلیل فقر بگه با وجونه تا از من انقدر سوم برای زبار گرفتی، انقدر سوم من پریلگت کردی، بعد چی بگم بعد با من زبار کردی. الحمدلله همچنین نیست، این دلیل نیست. کسی که من خواست واسه خاطر الله وقتی که برفتم آمدم برای بنزین پلین دادن، چون میدونن که هم طول 5-6 نفرم که با دلیل فقر هسته. من حاضر هیچی گفتنی نیستم، اما خداوند خودش تا مسجد ساز نشوه اولش خداوند و بچه ها اکاها هستن که اجازه ندادن من با یکم که عطوی شپک و برادری که نسبتی من گم بزنن شاید گیجوی ده محقول باشن گیجوی ده نامحقول باشن. انشاءالله روز ساعت میشوه مسجد ساخته شوه، از مقصد همون جای گنبازی مسجد اعظم کرده شوه. انشاءالله در اون مسجد مونیه داریم حاجی میزوره، مولوی حضرت بختری و داملا عبدالرحیم بیاریم به نظم در اکریته و در برای که او مسجد اول خداوند است، اما تاجیکان که اویش میکنن تاجیکو مهنت کرده هستن سوم پرتفته ایستادن. انشاءالله او مسجد ساخته و اطیات وی سپاریده میشه و به اون خاطر صبور باشه، سوسیمه نشه. هر یک کسی که من نسبت یک از بعد میگم شما من باور نکنه یا که نسبت من میگم ولی کاری شما دیل شما کار شما، اما بدونه که هر یک کار جوابگاری داره پیش خداوند و پیش قانون جمهوری تاجیکستان یا که
فدراسیه روسیه. به اون خاطر خدا نگهدار تو، در حق ما دعا کنی. بگذار شاید ما خطاکار باشیم که ما اگر گفته که یک مصفه نسبت من ویدیو کرده بود برادر بابی، اگر ما بی خطا باشیم معلومش ما ملائکه ایم. ملائکه ها که گفتیم بابی در آسمان هم بنده خطا مینن میخیزن میزنن و جایی که پس بزنیم و از پاچگی آدم ای بالا بکشی کلک بگیرین حرکت کنید به همون عذاب و رسمانی که به او بالا برمده موفق شدگیان و هم پیش همه را برید در بارشان باشین. و هم خودی دوستان مهربان خدا همتن نگهبان باشه، در هر مدعاگو باشه. همتن با خاطر خدا دوست می‌دارم. باوری دارم که ما با سرجمانه ما مسجد میسودیم. یکمین اولش پروردگار سیل مقصد من مسجد را در شهر فدراسیه روسیه ساختن است از نام مسلمانان تاجیک در مسلمانی روسیه دادن است. تمام. بعد انشاءالله همش بعدی چی میگن دلیل فکت گپ خبر بعدی مسجد میشه. فقط دعا باشه. السلام علیکم.